ساعت 3 ظهر 18 اردیبهشت امسال سعید به سمت ماشینش رفت و با صحنه‌ای مواجه شد. از شیشه های شکسته در عقب ماشینش فهمید کیف مدارک و ساعت هدیه‌ای که خریده بود دزدیده شده. به اطراف نگاهی انداخت، کسی رو ندید. دیر رسیده بود و براش عجیب بود چون صدای خرد شدن شیشه رو از ساختمان نشنیده. چقدر سریع این اتفاق افتاد، اونم وسط روز روشن جلوی خونه خودش، بدون هیچ سر و صدایی و فقط با شکستن شیشه ماشین. سریعاً به نزدیکترین کلانتری رفت و بعد از پر کردن فرم گزارش سرقت با مأمور تیموری صحبت کرد. متوجه شد تنها کسی نیست که ازش تو این ماه اخیر به همین شیوه دزدی شده و این سرقت‌ها از 1 ماه پیش تو چند منطقه اطراف این دزدی‌ها اتفاق افتاده. یکی دیگر از شاکیای این پرونده به اسم حامد سکه و دلار خریداری کرده بود. تصمیم میگیره با چمدون کوچکش حمل کنه و وقتی که برای خرید از سوپرمارکت از ماشینش پیاده میشه، بعد از برگشت با شیشه شکسته و سرقت چمدونش مواجه میشه. با بررسی پلیس و مشاهده صحنه سرقت دستور کار لازم برای پیگیری این سرقت‌های عجیب و سریالی انجام میگیره. شاکی یکی دیگه از پرونده‌های این سرقت سریالی به نام آرش که در روز 23 اردیبهشت با گوشی مشغول به حرف زدن بوده که بعد از اتمام مکالمش با سرعت از ماشینش پیاده میشه و کیف دستی و گوشی رو داخل ماشین جا میذاره. برای 1 ساعت به طرف بانک برای پاس کردن چکش میره که بعد از اتمام کارش از بانک خارج میشه به سمت ماشینش که در حال قدم زدن بود که عده‌ای از افراد رو اطراف ماشینش میبینه و نگران و سراسیمه بهشون نزدیک میشه. متوجه شکسته شدن شیشه جلوی ماشینش میشه و سریعاً سوار ماشینش میشه و به طرف اولین کلانتری که در راه میبینه به حرکت میفته تا شکایتش رو ثبت کنه. مورد بعدی زنی 32 ساله به نام سحر در تاریخ 25 اردیبهشت ساعت 2 ظهر بود که با ماشینش وارد کوچه گلسار میشه و ماشینش رو پارک میکنه تا به مدت 2 ساعت به سالن زیبایی برای انجام کارش میره. بعد از اتمام کارش به سمت ماشینش برمیگرده، ولی همین که نزدیک ماشینش میشه با شیشه های شکسته و خرد شده مواجه میشه و هیچ اثری از ویولونش که ساعتی پیش روی صندلی عقب ماشینش بود نیست و برای شکایت کردن به نزدیکترین پاسگاه مراجعه میکنه و از مأمور آگاهی میشنوه که این چندمین پرونده سرقت تو این هفته و حوالی همین منطقه رخ داده. هنوز از سارق مدرکی به دست نیامده. موردی که این پرونده رو عجیب میکنه شیوه سرقت سارقه، اونم به صورتی که نه رد مشخصی از خودش به جا میذاره، نه هیچ سر و صدای مشخصی که باعث جلب توجه بشه. ماموران آگاهی برای بررسی شواهد و صحنه سرقت در محلی که این سرقت ها انجام شده حاضر میشن و نه شاهدی پیدا میکنن نه اینکه حوالی ساختمان های تجاری مجاور هیچ دوربین مداربسته‌ای بود که بشه فیلم های مربوط به وقوع سرقت رو چک کنن. تحقیقات کارآگاهان پلیس آگاهی با نظارت بازپرس شعبه 8 دادسرای ویژه سرقت ادامه داشت. مسئله‌ای که کارآگاهان رو باهاش مواجه کرده بود نوع سرقت و حرفه‌ای بودن متهمان این پرونده بود. اونم به دلیل اینکه مدل دزدی با سرعت بالا و بدون جلب توجه و ایجاد سر و صدا
کار یک نفر نیست. پس تو این پرونده با چند نفر روبرو هستیم. علاوه بر این سارقین هیچ ردی رو از خودشون نمیذارن. با بررسی صحنه سرقت تا حالا اثر انگشت یا رد پایی پیدا نشده بود. وقتی دقیق تر به بررسی پرونده نگاه میکنیم با سبک جدید نوع دزدی برمیخوریم و سوالی که مطرح میشه اینه که چگونه دستبرد به ماشین رو انجام میدن، اونم به طوری که هیچ صدایی رو ایجاد نکنه. با چه سارقینی روبرو هستیم؟ سارقین حرفه‌ای سابقه دار یا سارقین جدید با شیوه عجیب؟ با توجه به بررسی‌های انجام گرفته توسط بازرسان این پرونده، تشابهی هم با پرونده‌های سرقت‌های قدیمی ثبت شده یافت نکردند. انگیزه سارقین مشخصه، حتی پیدا کردن هدف مورد نظرشون هم براشون راحته. منطقه‌هایی رو که دزدی رو انجام میدن از قبل زیر نظر داشتن که بدون دوربین مخفی باشه و هیچ شاهدی هم در کار نباشه. همونطور که بررسی پرونده ادامه داشت، تنها سرنخی که یافت شد در صحنه جرم وجود مقداری پودر سفید بود. اونم برای برداشتن نمونه آزمایشگاهی کمتر از حد معمول بود و همین دلیل نمیشد دقیق تر مورد ارزیابی قرار بگیره. اما به مهمترین مدرک پیدا شده در صحنه جرم تبدیل شد. آیا جوابی برای نوع سرقت خواهد بود یا نه؟ روند بازرسی پرونده همچنان ادامه داشت تا اینکه در روز 2 خرداد مرد 35 ساله‌ای به نام مسعود که مدیر شرکت مسافرتی و صدور ویزاست ساعت 9 صبح به محل کارش میرسه و روز شلوغی هم در پیش داشته. بعد از جلسه کاری نگاهی رو به ساعت میندازه که ساعت 6:30 غروب رو نشون میده. با توجه به جلسه و کارهای ناتمومی که داشته تصمیم میگیره تا چند ساعت دیگه هم تو شرکت بمونه تا اینکه ساعت 12 شب وسایلش رو جمع میکنه تا برای رفتن به خونه آماده بشه و به سمت آسانسور بره. بعد در خروجی رو باز میکنه تا به طرف ماشینش که ته کوچه پارک شده بود بره، ولی با صحنه غیرمنتظره‌ای روبرو میشه. پسری لاغرندام با سرعتی زیاد مقداری پودر رو روی کارتی روبروی سمت شیشه ماشین مسعود پخش میکرده و در کسری از ثانیه شیشه ماشین خرد میشده و پسر جوان سریعاً وارد ماشین میشده تا وسایل قیمتی رو برداره. اینجاست که مسعود به سمت پسر حمله ور میشه تا مانع برداشتن وسایل داخل ماشینش بشه. در مقابل دختر جوانی که لپتاپ به دست کنار ماشین منتظر پسر وایساده بوده شروع به دویدن میکنه. مسعود با پسر درگیر میشه. با سر و صدایی که ایجاد میشه داخل کوچه همه ساکنین جمع میشن. در این حین یکی از شاهدین با پلیس 110 تماس میگیره و ماموران آگاهی در محل سرقت حاضر میشن. بعد از دستگیری سارق جوان و بردنش به کلانتری و ثبت اظهارات شاکی مشخص میشه که این سارق همون سارق سریالی پرونده حل نشده میباشد. این سارق کیست؟ شایان 21 ساله که در شهر کرج به دنیا آمده و کودکی خوبی رو داشته. مثل همه پسر بچه های دیگه شیطون و بازیگوش بود. زمانی در حال تماشای برنامه کودک مورد علاقش بوده که یه قسمت برنامه توجهشو جلب میکنه. تصویر مرد شعبده بازی که حرکات سریع و ماهرانه بدنش در این حین باعث میشه که شایان رو شیفته خودش کنه. شایان اسم این حرکات رو نمیدونسته.
ولی با این وجود همیشه با کنجکاوی زیاد این حرکات نمایشی رو عیناً تقلید میکرده. تا جای این علاقه بیشتر میشه که خانواده شایان تصمیم میگیرن در کلاس ژیمناستیک ثبت نامش کنن. با توجه به استعداد و هوشی که داشته خیلی زود حرفه‌ای میشه. تو مسابقات زیادی شرکت میکنه و کسب مقام میکنه در رشته ژیمناستیک و در کنار این فعالیت به شعبده بازی هم روی میاره. در کنار هم این دو فعالیت جدی رو حرفه‌ای در پیش میگیره و وقتی به سن نوجوانی میرسه از نظر بدنی کاملا به حرکات آکروبات مسلط میشه. در نمایش‌های مختلف شرکت میکنه، حتی گروه آکروبات بازی خودش راه میندازه. با دیدن ویدیوهای نمایشی آکروبات بازهای معروف بیشتر شیفته این فعالیت میشه. تمام فکر و ذکرش میشه شعبده بازی. تمام حرکات‌های جدید نمایشی رو یاد میگرفت، تمرین میکرد و به اجرا در میآورد. از اونجایی که شایان به شعبده بازی هم علاقه خاص داشته، سعی میکنه از همون کودکی تردستی رو یاد بگیره و روز به روز با تمرین و استفاده از مهارت‌های دستی، خطای دید و تکنیک‌های روانشناختی موفق میشه تماشاگرایی رو فریب و کارهای عجیب و غیر ممکن انجام بده. از شعبده بازهایی با کارت بازی یا ورق یا تغییر کارت و حد زدن کارت انتخابی شروع میکنه تا شعبده های ناپدید کردن یا شعبده های ذهن خوانی خیلی علاقه داشت و با بالا بردن مهارتاش زودتر وارد حرفه شعبده بازی میشه تا زمانی که به مهارت‌های شعبده های بزرگ ایلاجن ها که در این نوع شعبده بازی شخص شعبده باز بر روی صحنه با استفاده از مهارت‌هایی که داره و وسایل‌های مربوطه شروع به بریدن یک نفر به دو نیم میکنه یا به پرواز در آوردن شخص معلق در هوا یا ناپدید کردن شیئی بزرگ مثل ماشین برسه. شایان همه موارد شعبده بازی رو یاد میگیره. اول با ایجاد خطای دید و استفاده از حرکات سریع دست و یا زاویه‌های خاصی برای مخاطب در حال تماشا ایجاد میکنه. بعد از طریق روانشناسی و جلب توجه دیگران شروع میکنه به طوری با هوشمندی نگاه‌های تماشاگرانش رو منحرف میکنه به موردی بی ربط. بعد هم آموزش این موارد سعی میکنه با پولجیبی هایی که جمع کرده ابزارهای مخصوص و جدید شعبده بازی رو بخره و نحوه کار باشون رو یاد بگیره و مسلط بشه. ولی مهمترین نکته ای که هم تو آکروبات بازی بهش رسیده بود هم تو شعبده بازی مهارت داشتنش برای هر شعبده بازی داشتن سرعت عمل بالاست و قدری سریع به مهارت‌های شعبده بازیش مسلط میشه که به تماشاگری که داره نگاهش میکنه اجازه پردازش و تحلیل این نمایشی که در حال انتظاره نمیده. طوری میشه که به گفته اطرافیانش بهش میگن شاه شعبده باز. همچنین یکی دیگه از سرگرمیاش فریب دادن اطرافیانش بود. تماشای بند بازی هم یکی دیگر از تفریحاتش به حساب می اومده و به بند باز معروف فلیپ پتی علاقه زیادی نشونده، مخصوصا بند بازی اون بین دو برج تجاری جهانی پیش از پیش شایان رو دیوونه این رشته کرده بود. علاوه بر تمرین‌های مستمری که داشته کارهای شعبده بازهای مطرح جهانی هم دنبال می‌کرده تا حرفه‌ای آموزش ببینه و ایده‌ای رو کسب کنه، از جمله شعبده بازهایی که به نمایششون علاقه داشته هری هودینی که از مشهورترین فرار کنندگان قرن 20 میلادی بود که به شهرت جهانی رسیده.
شیفته کار شعبده‌باز مدرن و افسانه‌ای به نام دیوید کاپرفیلد بوده که این شخصیت کارنامه خودش رو نمایشی حیرت انگیز و باور نکردنی، یعنی ناپدید کردن مجسمه آزادی رو داره. دیدن این نمایش کاپرفیلد شایان رو به یک وسوسه امتحان کردن شعبده‌های خاص و باور نکردنی میندازه. شایان در سال 1401 با پیشنهاد یکی از دوستانش با برنامه تلویزیونی استعدادیابی به اسم عصر جدید آشنا میشه. چون عاشق شهرت و به نمایش گذاشتن مهارتاش بود، تصمیم میگیره که شانسش رو امتحان کنه. چند هفته پشت سر هم تلاش میکنه تا بهترین نمایش خودشو تو مسابقه به همه نشون بده. روز مسابقه فرا میرسه. یکی از پرهیجان ترین روزهای زندگی شایان رقم میخوره و به خودش قول داده بود که بهترین نمایشی که تا حالا داشته رو اجرا کنه. مجری مسابقه اسمشو اعلام میکنه. برای حضور در صحنه شایان با اعتماد به نفس پا روی صحنه میذاره. بعد از معرفی خودش و گفتن از شکلگیری علاقش به شعبده‌بازی و حرکات نمایشی، به یکی از سوالای داوران مسابقه که پرسیده بود چه چیزی تو رو به این رشته کشونده، این چنین پاسخ میده: هیجانی که بهم میده باعث میشه بیشتر انگیزه بگیرم تا ادامه بدم و به معروفیتی که میخوام برسم. بعد از گفتن جوابش شایان نمایش خودشو شروع میکنه و وقتی اجراش تموم میشه همه حضار داخل سالن براش دست میزنن و با رأیگیری های داوران مسابقه با موفقیت به مرحله بعد راه پیدا میکنه. خودشو برای برنامه دیگه آماده میکنه و دوباره یه اجرای دیدنی و جذاب رو به نمایش میذاره. این سری علاوه بر تایید داوران، تشویق و حمایت مردم رو هم کسب میکنه، به طوری که در برنامه اینستاگرام دنبال کننده های زیادی رو کسب میکنه. اینطوری میشه که هم تو مسابقه هم تو فضای مجازی به معروفیتی که انتظارشو داشته میرسه. ولی به مرحله نهایی مسابقه راه پیدا میکنه و فقط چون رقابت سختی بین شرکت کننده ها بوده باعث میشه در همین مرحله از مسابقه حذف بشه. اولش حس بدی میگیره از اینکه نتونسته برنده اصلی این مسابقه بشه و با این سعی میکنه ادامه بده، چرا که هنوز تو فضای مجازی روز به روز شناخته تر میشده. این میشه که بعد برنامه همچنان به فعالیت خودش مصرانه ادامه میده. همیشه از نمایش هایی که اجرا داشته فیلم گرفته و داخل پیجش میذاشته که بازخورد مردم برای نمایش های شایان خیلی خوب بوده. یکی از این افراد دنبال کننده دختری بود به نام نسترن که از زمانی که شایان تو مسابقه عصر جدید شرکت کرده بود و اونو دیده بود به اون علاقه‌مند میشه. وقتی پیج شایان رو پیدا کرد همه ویدیوهایی که شایان از خودش منتشر میکرد و لایک میکنه، کامنت های تشویق کننده میذاره براش. یه روز که شایان یه استوری از خودش حین اجرای شعبده‌بازی کنار دوستاش منتشر میکنه، نسترن که شیفته نمایشش شده بود به شایان پیام میده که خیلی با مهارت و با استعدادی، منم دوست دارم شعبده‌بازی یاد بگیرم. این نقطه شروع حرف زدن شایان و نسترن میشه. یه مدت داخل اینستاگرام با هم چت میکنن. نسترن هم مثل شایان عاشق نمایش های خاص و جدید بوده. این باعث میشه شایان بیشتر دلش بخواد با نسترن آشنا بشه، تا اینکه یه روز شایان از نسترن برای تماشای یکی از نمایشاش که برنامه داشته ازش دعوت میکنه تا حضوری هم دیگر رو ملاقات کنه. نسترن هم قبول میکنه.
مثلا دختری 20 ساله است که در کافه مشغول به کاره و علاقه زیادی به نمایش‌های شعبده بازی داره و خودش به طور خودآموز از یوتیوب یاد گرفته بود و تا حدودی به شعبده بازی مسلط شده و از گول خوردن مردم لذت می‌برد و دنبال یکی مثل خودش بود تا تو این زمینه با هم همکاری کنن و بیشتر یاد بگیره، تا اینکه یه روزی که به تماشای تلویزیون نشسته بود، شبکه‌ای در حال پخش مسابقه استعدادیابی بود و اون رو پیدا میکنه. بعد از اجرای آهنگ خوندن یکی از شرکت کننده، نوبت به اجرای یک شعبده باز حرفه‌ای جوان میرسه. اینجاست که نسترن، اون کسی که دقیقاً مثل خودش شیفته کارهای جادویی و نمایشی بود، رو توی شایان میبینه. در ملاقات اول شایان و نسترن با شعبده بازی های کوچیک با هم دیگه بیشتر با هم آشنا میشن و شایان در دیدار اول به نسترن علاقمند میشه. اون نسترن رو دختری میدیده مثل خودش، عاشق هیجان، اونم وقت شعبده بازی. همیشه تو بیشتر نمایش های شایان نسترن حضور داشته و ایده های زیادی هم مطرح میکرده. شایان هم در کنار نسترن احساس خوشحالی داشته، منتظر تشویق و تاییدش بوده. اونا ساعتها با هم در مورد ایده های جدید شعبده بازی حرف میزدن و شایان خیلی زود عاشق نسترن میشه. وقت گذرونی با نسترن رو دوست داشته. نسترن هم از اینکه نیمه گم شدهشو پیدا کرده خوشحال بوده و عاشقش میشه. نسترن همیشه دنبال کارهای ایده های سریع و جدید شعبده بازی بوده. کارت پرنده رو انجام میداده. دیگه حرفه‌ای شده بوده، ولی از غیب کردن چیزی بیشتر خوشش میومد. تو اولین دیدارش با شایان هم از حقه دست شبح برای قایم کردن انگشترش استفاده کرده بود که بعدش شایان با خنده ایده جدیدتری رو بهش یاد داد. تو قرار بعدیشون یه شاخه گل رز یه دفعی ظاهر کرد و نسترن گفت باید این حرکت رو بهم یاد بدی، ولی شایان گفت این حرکت منه که برای تو انجام میدم تا هر وقت گل خواستی خودم برات ظاهر کنم. بعد از چند وقت یه روز نسترن از پسرخالش تماسی رو دریافت میکنه. مثل همیشه وسایل و مواد غیر مجازی که نسترن نمیتونسته خودش گیر بیاره رو براش می آورده. پسرخاله نسترن پشت گوشی میگه یه ماده رو گیر آورده که خوراک خودته. نسترن باید ببینی چی کار میکنه. جادویی و عجیب عمل میکنه. نسترن با ذوق میپرسه بگو اسمش چیه؟ ولی اشکان نمیگه. میگه باید خودت از نزدیک ببینی نسترن. غروب همون روز میره خونه خالش تا ماده ای رو که اشکان پیدا کرده بود رو از نزدیک ببینه. بعد از احوال پرسی با خالش به سمت اتاق اشکان میره. اشکان یه مقدار پودر سفید رو به نسترن نشون میده. نسترن با عصبانیت میگه این بوده این گفتی باید ببینم؟ چند بار بهت گفتم اشکان من مواد نمیزنم، حتی برای ایده گرفتن. بعد اشکان پودر سفید رو پخش کرد روی لیوان روی میز. در کسری از ثانیه لیوان شکسته شد و نسترن با تعجب نگاه کرد که چطور هیچ برخوردی با لیوان نشد، فقط با پودر لیوان خرد شد. بعد اشکان گفت دیدی به چی گفتم؟ این پودری که میبینی جدید اومده، هیچ کس ازش چیزی نمیدونه، خیلی کارهای عجیبی داره. منم از بابک گرفتم، مثل این که با ترکیب مواد منفجره همچین ترکیبی رو درست کرده. اسمشو گذاشتیم پودر سنگ سفید. فقط هم به شیشه همچین واکنشی نشون میده. نسترن که چشماش برق میزد مقداری از پودر رو از اشکان گرفت تا به شایان نشون بده چی پیدا کرده. دقیقاً 16 اسفند بود. نسترن به شایان زنگ میزنه و میگه یه ماده ای رو پیدا کردم که کارایی عجیبی داره، باید تو هم حتما ببینیش.
غروب همون روز با هم قرار میذارن و نسترن وقتی میرسه پیش شایان با هیجان پود رو از کیفش در میاره. بعدش پخش میکنه رو بشقابی که روبروش بوده و بشقاب خورد و چند تکه میشه. شایان اول از چیزی که دیده مطمئن نبوده، ولی بعد نسترن توضیحاتی رو از اشکان شنیده بود رو بهش کامل میگه. در ادامه به شایان میگه که فکر کن میتونی با این پودر حتی شیشه ماشین که ضخیم و محکمه رو هم بشکنی. شایان که از دیدن پودر هیجان زده شده بود، پودر رو روی لیوان و ظرفای شیشه دیگه هم امتحان میکنه و همون واکنش شکسته شدن تکرار میشه. نسترن و شایان با هم حرف میزنن که آیا از پودر سنگی برای شعبده بازیاشون استفاده کنن یا نه، اینکه کلی نمایش جدید میتونن با این پودر اجرا کنن. ولی از اون ورم خرید پودر چون یک ماده جدیدی محسوب میشد گرون بود فروختنش و مقدار کمش هم به درد نمایش بزرگ نمیخورد. باید هم به فکر خریدنش میبودن، هم به فکر اجرای بزرگ. شرایط مالی خیلی خوبی رو نداشتن. بعد مدتی تصمیم میگیرن که جور دیگه از این پودر استفاده کنن. شایان میگه دنبال اینم که یه کار خفن و پرهیجان با این پودر انجام بدیم. نسترن میگه باید به فکر خریدشم باشیم. نسترن ایده رو مطرح میکنه که سریع ترین کاری که هم هیجان داشته باشه و هم بتونیم پولی رو به جیب بزنیم اینه که دزدی کنیم. بعد با شایان به این نتیجه میرسن که چه کاری هیجان انگیزتر از دزدی با این پودر رو، اینکه کسی هم متوجه این سرقت کردنمون نشه. خیلی راحت میتونیم مناطق خلوت رو پیدا کنیم که ماشین‌های لوکس رو پارک میکنن. بعدم از پودر برای شکستن شیشه ماشین استفاده میکنیم و سریع و بی سر صدا وسایل گرونشون رو برمیداریم. تا بیان بفهمن که چه اتفاقی افتاده ما سریع فرار کردیم و هیچ مدرکی هم از همون به جا نمیمونه و پیگیری هم نمیکنه. شایان که مات حرفای نسترن شده بود موافقتشو با گفتن آره خوشم اومد با تو دزدی هم میچسبه میگه. از اون پودری که از قبل داشتن برای انجام اولین سرقتشون استفاده میکنن. تو 12 فروردین ساعت 1 ظهر به منطقه بالا شهر میرن. از یه کوچه خلوت شروع میکنن به دید زدن اطراف. بعد از چند دور بالا و پایین رفتن چشمشون میخوره به یه ماشین لوکس که رو صندلی جلو قسمت راننده یه کیف دستی مردونه افتاده. نسترن میگه من حواسم به اطراف هست شایان. خیلی زود پودر رو از جیبش در میاره و از ظرف به سمت شیشه ماشین پخش میکنه. بعد از گذشت چند دقیقه شیشه ماشین شکسته میشه. شایان نگاهی رو به نسترن میندازه. نسترن با لبخند شیطنت آمیزش تایید میکنه و به شایان اطمینان میده که شایان سریع کیف داخل ماشین رو برداره. بعدش هم با هم به سمت مخالف اون ماشین به سمت خیابون سریع راه میرن تا اینکه به سر کوچه میرسن. سوار تاکسی میشن و دست تو دست هم دیگه میشینن. صدای قلبشون بعد از تند راه رفتن شنیده میشه. همون هیجانی که شایان موقع اجرا داشت دوباره تداعی میشه براشون. نزدیک 50 متر جلوتر روبروی پارکی بزرگ پیاده میشن. میرن به قسمت خلوت پارک. روی چمنها میشینن و شایان زیپ کیفو باز میکنه. یک کیف پرپول با مقدار زیادی پول نقد و یه عدد دستگاه ویپ و ایرپاد با شیشه عطر میبینه. میده به نسترن فرداش پولی که از فروش وسایل اونم با کمک اشکان به دست میارن و با شایان نصف میکنه. بعد از اولین دزدی نسترن بیشتر شایان رو ترغیب به دزدی میکنه. شایان هم
سری پیش خیلی راحت سرقت رو انجام داده بود و از اون استقبال میکنه. دوباره اینجوری میشه که هفته‌ای 2 بار دزدی انجام میدن. از یکی از سرقت‌هایی که داشتن وسایل زیادی به دست آوردن که برای فروش عالی بود و پول زیادی رو به جیب زدن. اونا با تقسیم کردنش اوایل بهار سرقت‌ها رو زیاد انجام دادن. شایان همیشه حواسش بود که کوچه‌های بدون دوربین مدار بسته رو پیدا کنه. هم راحت تر بود سرقت براشون، هم فرارشون سریع‌تر میشد. شایان به این هیجان عادت کرده بود. تو هفته حتما باید چند تا سرقت رو انجام میدادن. این برای نسترن هم خوب بوده، با کمک پسرخالش راحت وسایلی رو که سرقت میکردن و آب میکرد و به پول میرسیدن و تعداد سرقت ها زیاد میشد و گیر نیفتادنشون شده بود انگیزه‌ای برای دوباره دزدی کردن. حواسشون بود خیابون و کوچه های خلوت باشه. بعضی وقتا به چند تا ماشین دستبرد میزدن و یکی از همین ماشینا که هدف قرار داده بودن یه چمدون کوچیک داخلش قرار داشت. روی صندلی عقب قشنگ مشخص بود. البته راننده هم داخل ماشین بود. اولش تصمیم میگیرن که سرقت این ماشین رو انجام ندن چون خیلی ریسکی بود، ولی بعدش شایان تصمیم میگیره منتظر بمونه و تا شاید راننده از ماشینش پیاده شه و بعد از گذشت نیم ساعت راننده از ماشین پیاده میشه تا سمت سوپرمارکت بره. شایان همون لحظه نزدیک ماشین میشه و پودر رو پخش میکنه. شیشه عقب ماشین میشکنه و در همین حین نسترن رفته بود تو همون سوپرمارکتی که راننده داخلش بود. تا وقتی خواست زودتر از موعد بیاد بیرون، نسترن یه جوری سرگرمش کنه تا وقتی شایان موفق بشه. بعد از گذشت چند دقیقه شیشه ماشین شکسته شد. بی صدا بود و شایان با سرعت چمدون رو برداشت و به سمت کوچه مخالف، جایی که ماشین پارک بود، رفت و منتظر نسترن موند. بعدش یه جای مطمئن رفتن و چمدون رو باز کردن و مقداری سکه و طلا و دلار چشمشون رو گرفت. باورشون نمیشد چون ریسکی ترین سرقتی که داشتن این دزدی بود. بعد از این بیشتر وسوسه شدن تا دزدی رو ادامه بدن. نسترن که کار آب کردن سرقتی ها رو به عهده داشت، این دفعه شخص دیگه ای رو به عنوان مالخر پیدا میکنه تا فروش وسایلی که میدزدیدن زودتر انجام بشه. چون دیگه تو سرقت حرفه‌ای شده بودن و میدونستن به کدوم ماشین دستبرد بزنن، سریع چک میکردن، مخصوصا ماشین‌هایی رو که داخلشون وسایل گرونی پیدا میشه. یکی از ماشینایی که زیر نظر داشتن، راننده تبلتشو جا گذاشته بود. داخل ماشین دیگه جعبه جادویی ساعت مچی پیدا میکنن و بعد از فروش این وسایل نسترن سهم شایانم میداد و پودر سنگ هم گرون شده بود براشون و باید مبلغ زیادی رو برای خرید پودر سنگ کنار میذاشتن تا مبادا کم بیارن. باید جوانه به همه چی رو در نظر میگرفتن تا به مشکلی بر نخورن. یه مدت تصمیم میگیرن که دزدی رو توی منطقه دیگه انجام بدن، البته با همون مشخصات محله قبلی. رفت و آمدا رو زیر نظر میگیرن و خبری از دوربین مداربسته هم نیست. همون روند رو ادامه میدن و با سرعت بیشتر و حرفه‌ای تر از سرعت‌های قبل این دفعه تصمیم میگیرن ساعت سرقتشون رو عوض کنن. به جای ظهر شب راه میفتن، چون منطقه‌ای که پیدا کرده بودن بیشتر ساختمان‌های مسکونی داشت تا تجاری. شروع میکنن به سرقت بین ساعت 11 تا 1 شب. موفق میشن چند تا سرقت انجام بدن تا اینکه در روز 2 خرداد ساعت 11 شب میرسن به یک کوچه. داخل کوچه 5 عدد ماشین میبینن.
از ماشین اول شروع میکنن به چک کردن تا اینکه به ماشین سوم میرسن. داخل ماشین صندلی عقب یک کیف لپتاپ میبینن. شایان سریع دست به کار میشه و بعد از شکسته شدن شیشه به داخل ماشین خم میشه، لپتاپ رو از کاورش در میاره و میده به نسترن. به دور و اطراف نگاهی میندازن. کوچه در سکوت کامل بود. شایان شروع به جلو رفتن میکنه و مدل ماشین پنجمی وسوسش میکنه تا نزدیکتر بشه. نسترن پشتش به راه میفته. وقتی میرسن به سمت ماشین، داخل ماشین رو طبق معمول همیشه نگاه میندازن. پاور بانک و اپل واچ رو میبینن و همونجا تصمیم میگیرن این ماشینم مورد سرقت قرار بدن. نسترن روبروی دیوار وای میسته تا کوچه رو و ساختمان ها رو کشیک بده. شایان هم مشغول شکستن شیشه بوده تا اینکه مسعود به سمت شایان حمله ور میشه و خیلی سریع همه چی اتفاق میفته. وقتی شایان با مسعود صاحب ماشین گلاویز میشه، نسترن شروع به دویدن میکنه تا سر و صدا بالا نگرفته و کسی نیومده بتونه از کوچه خارج شه و موفق میشه فرار کنه. بعد از گذشت یه ربع ساکنین ساختمان‌های مجاور به کوچه میان و همین موقع هم به پلیس آگاهی خبر میدن و میرسه تا سارق جوان رو دستگیر کنه. شایان رو دستگیر میکنن و به سمت آگاهی میبرن. در اتاق بازجویی مشخصات شایان رو میگیرن و مظنون اول انکار میکنه که در حال ارتکاب جرم بوده، ولی بعد از ارائه مدارک و اظهارات شاهدین در مورد سرقت رخ داده این پسر جوان همه چیز رو از اول شروع میکنه به گفتن و این سرقت ها رو تعریف میکنه. همچنین به دلیل اینکه سرقت ها گروهی انجام شده، بررسی همدستان و شناسایی و تعقیب و گریز همدست متهم دیگه در رأس بررسی قرار میگیره. با همکاری مظنون جهت دستگیری همدست وی هم بازداشت می شود. اظهارات همدست هم ثبت میشه و این در حالی بود که سارق شناسایی شده بود و بدون هیچ پیش زمینه جنایی در آگاهی در اتاق بازجویی سارق به اسم شایان اینگونه اقدام و شروع سرقت‌های خودش رو شرح میده. انگیزت از انجام سرقت‌های سریالی چه بود؟ فقط برای تفریح و سرگرمی شروع به دزدی کردم و در حقیقت دنبال هیجان بودم به هر راه و روشی که شده. در زمان ارتکاب دزدی‌ها به هیجان و حسی که بهم میداد توجه میکردم. این شده بود محرکه من. اصلاً به اینکه روزی دستگیر بشم هم فکر نمیکردم. اون هیجان کاذب چشمامو کور کرده بود، وگرنه من آدم جنایتکاری نبودم. یک بار هم در زندگیم دست به جنایت نزده بودم. من رو هدفم تمرکز داشتم، اینکه تو شعبده بازی حرفه‌ای بشم. حتی تونستم به مسابقه استعدادیابی عصر جدید هم راه پیدا کنم. برای خودم کسی هستم، ولی یه تصمیم هیجانی اشتباه کار دستم داد و همه چی رو خراب کردم. چه اتفاقی باعث شده که به این راه کشیده بشی و تبدیل به یک سارق حرفه‌ای بشی؟ این ایده دزدی رو هم دستم بهم پیشنهاد داد. یکی از طرفدارانم که در اینستاگرام باهاش آشنا شدم، به مرور بهش علاقه‌مند شدم و باهاش وارد رابطه عاطفی شدم. این شد که یه روز بهم گفت یه پودری رو پیدا کرده که باعث شکسته شدن شیشه‌های ماشین تو مدت زمان کوتاه میشه و من هم باید ببینم که چطوری کار میکنه. چون تو رشته آکروبات و شعبده بازی حرفه‌ای بودم، اصلاً به واسطه همین مهارت‌های خاصم به مسابقه راه پیدا کرده بودم و دنبال کارها و ایده‌های جدید برای شعبده بازیم بودم. به همین دلیل استقبال کردم. ولی نسترن منو گول زد، منو ترغیب به انجام سرقت با این پودر کرد. من به خاطر اون شروع کردم تا بیشتر کنارش باشم. نمیتونستم پیشنهادش رو رد کنم. من عاشقش بودم،
ولی الان از انجام این سرقت‌های سریالی پشیمونم. نباید همچین اقداماتی رو انجام میدادم. بازجویی همدست متهم. نسترن دختری بود که طرفدار، عاشق یا به دنبال یک همدست برای شروع جنایت‌هاش بود. نسترن در اظهاراتش اول بیان میکنه که هر دو تصمیم گرفتن که به سرقت دست بزنن، ولی در ادامه اعتراف میکنه که با نیت و قصد قبلی به شایان نزدیک شده تا بتونه همدستی رو برای خودش دست و پا کنه، چرا که پودری که به شایان معرفی کرده بود رو در اصل خود نسترن درست کرده بود و در درست کردنش حداقل نقش داشت و میخواست برای امتحان کردنش به یک فرد دیگه‌ای بسپارتش، چون هدفش دزدی بوده. اولش که شایان رو میبینه از افکار و تصمیمایی که داشته بهش حرفی نمیزنه و سعی داشته که به عنوان یه طرفدار بهش نزدیک بشه، ولی بعد از گذشت مدت زمانی از آشناییشون برای جلب اعتمادش پودر رو بهش معرفی میکنه و موضوع سرقت رو باهاش مطرح میکنه، چون با شناختی که از شایان داشته میدونسته شایان دنبال هیجان و از انجام کارهای پرخطر و ریسکی استقبال میکنه. شایان هم سریعا موافقت خودش رو اعلام میکنه و به مرور نسترن هم بهش علاقه‌مند میشه و کاراشون تو سرقت هم به مراتب هی بهتر میشده و ثروت خوبی رو به دست میارن، تا اینکه تو این سرقت شکست میخورن و در آخر دستگیر و زندانی میشن. برای تکمیل پرونده میرسیم به جمع‌بندی شواهد پلیس. گزارشات و اظهارات نهایی رو آماده کردن تا به دادستان تحویل دن. تنظیم کیفرخواست صورت میگیره به این صورت که دادستان مربوطه مدارک موجود از پرونده و اتهاماتی رو علیه مظنونین جمع‌آوری میکنه و مطرح میکنه. بعدش زمان ارجاع به دادگاه میرسه. در این زمان اگر مدارک کامل و کافی باشه پرونده به دادگاه کیفری فرستاده خواهد شد. در آخر محاکمه و صدور حکم. بررسی دفاعیات متهم اول کار قرار میگیره. متهمان میتونن با داشتن وکیل حقوقی بیگناهی خودشون رو اثبات کنن یا خواهان تخفیف مجازات بشن. شهادت شاهدان هم در روند پرونده تاثیرگذاره. این افراد در دادگاه شهادت میدن. در آخر به مرحله صدور رأی میرسیم که قاضی مربوطه بر اساس شواهد و مدارکی که به دست اومده متهم رو تبرئه یا مجازات میکنه. در این پرونده متهم بودن مظنون اثبات شده و با توجه به شاکی‌های زیاد این پرونده سرقت سریالی مدارک و شواهد هم تکمیل میشه. شایان الان در زندان به سر میبره و از کارش ابراز ندامت و پشیمانی میکنه و در پی رضایت از شاکی‌های خودش هست، چون که دزدی جزء جرایم قابل گذشت میباشه. همچنین نسترن هم به مجازات دست داشتن و همکاری در سرقت‌هایی که انجام دادن به سر میبره. جالبه اطلاعاتی در مورد ترکیبات این پودر سفید بدونیم. پودری که میتونه باعث شکستن شیشه بشه. معمولاً یک ترکیب شیمیاییه که منجر به واکنش‌های حرارتی، مکانیکی یا شیمیایی و باعث ترک خوردن و شکستن شیشه میشه. چند ماده که ممکن همچین اثری رو داشته باشن عبارتن از کربید سیلیسیوم، یک ماده سخت و ساینده که میتونه در اثر ضربه یا اصطکاک شدید باعث ایجاد ترک در شیشه بشه. نیتریت پور به دلیل سختی بالا میتونه در فرایند برش و آسیب به شیشه تأثیرگذار باشه. پودر اکسید آلومینیوم ماده است
ساینده که در سنباده‌کاری و برش شیشه استفاده میشه و پودر اکسید سدیم یا پتاسیم که در برخی شرایط میتونه با ساختار شیشه واکنش نشون بده و ساختار شیشه رو ضعیف کنه به طوری که بشکنه.